آلبوم عکس تو هر خونه‌ای به نوعی پیدا میشه و بسیاری از خاطرات دوران کودکی، دوران نوجوانی، دوران جوانی در بسیاری از عکس‌ها ثبت میشه و در آلبوم خاطرات ما در خانه نگهداری میشه. گاهی اوقات یک عکس انقدر با آدم حرف داره و انقدر با آدم حرف میزنه که شاید به اندازه یک کتاب 1000 صفحه‌ای بشه در موردش مطلب نوشت. در خدمت هنرمند بسیار عزیز و بزرگوار و نازنین عکاس. حالا من تو آفریقا که بودم نازنین نبودم، الان خامنه که منو آورد اینجا نازنین شدم. چشمت قشنگ میبینه. چقدر واقعا چشممون روشن میشه جمال جوانی که در عرصه هنر فراموش نکردن و در سلسله عشق خودشون رو گره زدن به مردم. دقیقاً. آقا بفرمایید. بفرما یعنی چی بفرما؟ چای وردی بفرما، خودت بفرما. با چی گره زده؟ کجا کو من گره نمیبینم. اصلا ولش کن. اصلا برم سراغ همون عکس‌ها بهتر. من برات الان عکس آوردم. این عکس‌ها خیلی سری. فقط من دارم. خامنه داره. خیال نکن کسی دیگه داره. الان برات میندازم. مثلا عکس بچگی احمدی نژاد کی داره؟ عکس بچگی احمدی نژاد من دارم. همینطور کوچولو. البته هیچ کس نمیفهمید این احمدی نژاد، ولی من میفهمیدم. این بزرگ میشه احمدی نژاد. این احمدی نژاد همون بچه که بود میگفت من میخواد 1000 تیر بشه، 1000 تیر بشه. بعد اینطور میرفت برای خودش تمرین مینداخت. من رفتم تو تمرین انداختن براش عکس گرفتم. بیا اینا احمدی نژاد 1000 تیر. الان این عکس داره داخل آلبوم خودش هم هست. وقتی کلاس پنجم تموم کرد احمدی نژاد کلاس پنجم تموم کرد، کم کم قیافش باز شد. بنداز آها نگاه کن. ها احمدی نژاد یه آینه بنداز جلوش همه چیز معلوم میشه. همیشه توی آینه مثل اصلش دیده میشه، مثل بچگیش دیده میشه. من از همون بچگیش میفهمیدم احمدی نژاد، ولی الان آدم‌ها که نگاه میکنن تو آینه میفهمن احمدی نژاد. بعد چقدر قشنگ میخنده احمدی نژاد، خیلی قشنگ میخنده. لبخند احمدی نژاد مثل لبخند جوکوند. نه فکر کنم اشتباه انداختی. اون یکی عکسش بنداز. آها این یکی شبیه هم هستن. بعضی وقتا قاطی میشه، حتی من خودم اشتباه میکنم، اشکال نداره. میرفت داخل آزمایشگاه بمب بسازه، هیچ کس نمیفهمه، من میفهمید. چطور؟ عکس بنداز. این عکس من ازش گرفتم داخل آزمایشگاه، داره بمب میساز. قیافه خودش هم اینطوریه که اینطوری میکرد کسی نفهمه، من میفهمیده. بعد اینقدر این هیتلر دوست داره، خیلی هیتلر دوست داره. حتی رفته بودیم داخل آلمان، من یه عکس ازش گرفتم، این عکس خیلی سری بنداز. ولی ماجرای جنگ و حالا این اتفاقات و ستیز و اینها یک لحظه اتفاق میفته. یعنی یک لحظه خمپاره یا نارنجک پرت میشه یا مثلا تانک منفجر میشه یا یه اتفاق این چنینی. اون لحظه خیلی حساس و حیاتیه. میخوام در این مورد صحبت بکنی که اون سرعت عمل، اون فضایی که ایجاد میشه. گفتی لحظه، سرعت عمل لحظه. مثلا یه بار من با احمدی نژاد رفته بودم داخل دانشگاه. دانشجوها رو صندلیش میخ گذاشته بودن. این عکس بنداز، پخش بنداز، خیلی سری. نگاه کن، لنز دوربین جای مناسب، جای درست، سرعت عمل. شما خودتون خواستین که برین تو اون اوضاع و احوال جنگ یا اینکه نه؟ به زور بردن، داوطلب شدی. خداییش نترسیدین؟ خب خیلی شرایط سختیه. آره خیلی جرأت میخواد. شرایط سخت کجا شدیدی؟ حتی میدونی من یه بار با احمدی نژاد من خودم رفتم سازمان ملل، من با احمدی نژاد رفتم سازمان ملل. بعد اونطور بیرون همش تظاهرات، شعار میدادن، تظاهرات همینطور شعار. سر احمدی نژاد گیج افتاد، اینطور گیج افتاد سرش. بعد اومد بره خورد به شیشه، گفت اینجا هوا چقدر سفته، خیلی سفته. یک بار با احمدی نژاد رفتیم، میخواست ملکه زیبایی انتخاب بکنه. بعد میدونی من رفتم باهاش عکس انداختم. بنداز. نه این چی انداختی؟ من گفتم ملکه زیبایی، زیبا اندام انداختی؟ من زیبایی اندام نمیخواد. این اینه بنداز. الان البته نتونست تشخیص بده کلمشون زیبایی، یعنی همشون انتخاب کرد. بعضی از عکس‌ها خیلی به هم شبیهن، میدونی همیشه قاطی میشن، حتی خودم قاطی میکنم. مثلا این عکس نگاه کن، هیچ کس نمیدونه کدوم احمدی نژاد. تا حالا شده یک عکسی رو احساس کنید که انتخاب شدید تا این عکس رو بگیرید؟ معلومه انتخاب شدم. پس انتخاب نشدم فکر کردی چی؟ حتما باید صندوق بیارن، تو صندوق در بیاد.
اصلا خود خامنه خودش من انتخاب کرد، صندوق آورد من انتخاب کرد. مثلا این احمدی نژاد چطور انتخاب؟ همونطور تو صندوق در آورد خامنه. منم همونطور، من هم همونجا براش یه عکس انداختم. میدونستم خامنه میگفت من میخواد جانشین خمین بشم، چه کار کنم؟ یه عکس برام بنداز، میخوام مثل خمین. گفتم بیا من تو را مثل خمین میکن. بعد اومدم اینطور عکس گرفتم، نگاه کن، سر خامنه گرفتم چسبوندم به بدن امام. بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. درود بر شما که با این جسارت بسیار زیبای جوانمردانه. معلومه، پس چی خیال کردی؟